سالی روان برای هالینا ترافینیوک یک سالی پرآشوبی بود. در آغاز سال او از روستای کوچکی در غرب اوکراین برای اشتراک در اعتراضهای سراسری به کیف رفت. تصمیمی که او را نه تنها در مرکز درامای اوکراین قرار داد، بلکه به زندگی خصوصیش نیز تأثیر گذاشت. دختری من با همسرش برای همایش با اعتراضگران به کیف رفته بود، 2 نفری. اما وقتی بازگشت 3 نفر بودند. بچه‌اش در شکمش بود. رومانچیک کوچک، بچه میدان، تزکی کوچک. هالینا هم از تحولاتی که در کشورش می‌گذشت خود را کنار نکشید و به میدان یا میدان استقلالیت رفت. او در هوای سردی -0 در خیمه‌ای که نقش آشخانه را اجرا می‌کرد برای تظاهرگران غذا می‌پخت. مهمه وقتی ما با هالینا در میدان ملاقات کردیم، هوای خوشبینی یا اپتیمیسم فضای میدان را پر کرده بود. هالینا باور داشت که انتخابات زودرس ریاست جمهور کشور اوکراین را به پیش خواهد برد. هالینا آن وقت عاشق بود. عاشقی در پس منظر انقلاب. من برای خود دوست پسری یافتم. تماما تصادفم. در همان میدان او به خیمه ما برای چای گرفتن آمد و ما دلهایمان را به یکدیگر باختیم. روابط دیر دوام نکرد. در نهایت امر هالینا مجرد ماند. دوست پسری هالینا در دوری هاست، در جنگی ضد جدایی خواهان روس در دنیتسک. اما جدایی از دوست پسر تنها مایه دلسردی هالینا نیست. هالینا با دخترش گاه‌ها به عکس‌های زمانی میدان نشینی نگاه می‌کند و اعتراف می‌کند که آن روزها بهترین روزهای عمرش بودند. اگر سیاستمداران درک نکنند که چی می‌کنند و چی به نظامی را ایجاد کردند، پیدایش میدان دوم ناگزیر خواهد بود. مردم به بدترین حالت‌ها آماده‌اند. مردم باور و اطمینانی را که میدان به آنها داده بود و آنها را برای اعتراض به پا خیزانده بود از دست دادند. مردم در آنجا جان باختند. گاهی من شرم می‌دارم بگویم که در میدان بودم و برای حقیقت و روزهای بهتر مبارزه کردم. البته رومانچیک کوچک از همه این گیرودارها آگاه نیست. تنها مادر و مادر بزرگش در پس منظر این ناآرامی‌های اوکراین همیشه بر این می‌اندیشند که چه آینده فرزند آنها را انتظار باشد.